هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. تحریم های فلج کننده، حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها صبحی اومد دیدم قیمت همه مسئولیت این کار رو میپذیریم. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع. قرار ما رئیس جمهور نشدید که دلار بشه 1000